دوستان عزیز، هر یک بارداری که در تریتوری روسیه قرار دارد خواهش میکنیم ویدیو را تا آخر تماشا کنید. بسیار معلومات لازمه برای شما. دوستان عزیز، بسیار وقتا مثال در اویکس ما زنگ میزنن باردار میگه که ما سایت و بلیط رو خریداری کردیم لیکن متاسفانه میگه ما دا چک روی نکردن، یعنی که هم بگیم که بلیط ما روی نکنیم شما بپریم بریم و بسیار وقت زیر رسو اگر اهمیت داشته باشین رسو ایواز جست، یعنی که وقتی پریدنش ایواز جسته ای دیگه ایرپورت یا که به دیگه ایرپورت رس ایواز رفته سر. به همین خاطر وقتی که بلیط میخرد ای دیگه سایت تو میروند که متاسفانه امور رس اسپید نمیکنن و به همین حساب ما شما چی میگیم؟ ما شما پیشنهاد میکنیم ریال اویا، یعنی که اویا کسی خونه که با دیلی پر و خدا خواهد شما با نرخ‌های دسترس بلیط رو پیشنهاد میکنن. در ریال اویا چه خدمت رسانی برای شما رو پیشنهاد میکنن و باید شما چیکار کنید؟ وقتی که شما ریال اویا بلیط خریداری میکنید، مثال در دیگه چو بگیم که بلیط خریدین اوجا بگیم ای سایت پریمیر دا بلیط خریداری کردین و پروسس شما بلیط روی میکنن все. دالش خدمت رسانیش پیشنهادتون نمیکنن. ریال اویا چیکار میکنن؟ وقتی که شما ریال اویا بلیط خریداری میکنین، ریال اویا شما رو میبرد مثال تا روزی پرواز نه رس شما رو اهمیت داده میستاد. اگر که ما بوده که وقتی پرواز شما ایواز شد شما رو حتما زنگ میزند و گپ میزنن که باردار عزیز رس ایواز شده، میتونین که مثلا وقتون ایواز شده با این وقت شما رو آگاه کردن میستاد زاتو پولی کالون شما نمیسوزین. یا دیگر حالات میشه که مثال حاضر وقتی اخیر میخه حدودش دسته رس ایرپورت جوکوسکی بدگی با ایرپورت داماده و مثلا ایواز کردش دیگه انتقال شده و این حالات شما البته اویا کثیر زنگ میزنند و چیکار میکنه شما رو آگاه میکنه که باردار عزیز رس ایواز شده به مالال شما میتونید که داماده و در این وقت روید. زاتو شما برای اویا کسی ریال اویا خریدگی دان شما چیکار میکنید؟ با دیلی پر، یعنی که به مالال سفرتون رو به اتمام میرسونید. ریال اویا شما در این درد سرتون مقصد میگیرد و چیکار میکنید؟ آسان‌تر کرده روانتون میکنه و زاتو در وقتی کارم باشه فکر نمیکنید که رستون کی میپرد کی نمیپرد، برای که این قدر مشکلی که در وابسته به همین پرواز شما همه چی ریال اویا با کلا میگیرد. به همین خاطر در ریال اویا باور کنید به مالال زکات کردن گیریم بلیطایی که مثال شما در کورای. مثلا اگر شما حاضر پلان داشته باشین برای پایدن سروچنی میتونید که در تلگرام کانال ریال اویا ابونه شوین، یعنی که در تلگرام کانالی ریال اویا داریم. اینا مرحمت دیدن تو ممکنه در این تلگرام کانال ابونه شوین. ریال اویا گفته پولیس استارتین در تلگرام میبروید یا که در اپلیکیشن ان همین ویدیو هم هست دیدن تو ممکنه به مالال ریال اویا را تلگرام کانال شو و اوجا هر روزا باشد نرخنامه بلیط را رستوران پافتا میسونند. اگر کدوم که شما معقول شد به مال اونجا خریداری کردن تو ممکنه. مثال از نرخنامه بلیط را ما گفتم ممکن شما ده مثلا بعد از سال نو نرخنامه بلیط ارزان تر، لیکن چقدر که همتون میدونید تو سال نو نرخنامه بلیط قیمت و بسیار باردار خود مثال طرف خونه سفر کردن به مال اونجا دیدن تو ممکن و مسئله گرانیسا گذاشتن قطعی مثال همه رس نرخنامه چی گپ چپی درباره اویاکاسا و پرواز میشود به مال در تلگرام کانال ریال اویا یافتن تو ممکنه. تاکسو در تلگرام کانال ریال اویا ابونه شوین و اگر که بلیط در کوشش در رقم 925 371 0388 مراجعه کنید. خدا خواهد شما در اویاکاسیر با نرخ‌های دسترس چیکار میکنند؟ بلیط را پیشنهاد میکنند. سلامت باشین. خدمت شما بود امید جان و کمانده ریال فون.